اون رستورانایی که غذا میخورید گوشت چاق کرده میخرید تولیدش اینجاست. 20 لira در از خر و اسب بریدن واقع در گلدسته احمدآباد. اینم کارگاه آقاه. ببین گوشتا رو ببین احمدآباد چیده رو قشنگ سلاخه کرده، کله هاش دمش همه چیز، حتی ببین جیگراش هم جیگراش هم حالا اینا رو بریز جیگراش هم اونجا آویزون کرده بودن واسه کبابی. بعد این واقعا عمق فاجعه است. را میری 1 تومن گوشت میخری ازن باور کن من اینجا تشخیص نمیدم ازن گوشته. ببین تو با چش خودت نبینی باورت نمیشه. این گوشت مثلا اینقدر گوشت قرمزیه که حد و حساب نداره. یا علی